گوش میکنین سوال هایی که برای ما ارسال کردن. بابای حاجی، من عائله دارم، یعنی مقصد زن دارم. در حیاتم یک بار زنا کردم. 6 ماه پیش سخت پشیمانم از این کار کردم. من با زنم از نو نکاح کنم یا نکنم؟ برادران عزیز و گرامی، خدای مهربان صف آن نفرهایی را که زنا کردند، شراب نوشی کردند، حق مردم خوردند، در حق مردم ظلم کردند یا دیگر رفتارهای ناخوبی را که انجام دادند، امروز از این کردارهای خود وقتی پشیمان می شوند، برادران عزیز، برای شما این ساعت مبارک باشد. با بزرگی خدای مهربان قسم که این یک نعمتی بود که خدا برای شما داد و الا انسان‌هایی هستند که با همین زنا، با همین شراب، با همین ظلم، با همین حق خوردن دنیا را پدرود میگویند و میروند و بار هم پشیمان میشوند. زیلیاز این یک عطیه خداوندی است، این یک داد خداوندی است که تو به سر این مقصد آمدی که این کار من کاری نادرستی هست، این کار من کاری زیشتی هست. الله من، خالق من از این کار من البته قهر دارد، غضب دارد، ناراحت است. شاید روز از پشت این خصلت و رفتاری بدم به یگان آفت و بلای مبتلا شوم. از این لحاظ وقتی تو از این راهت میگردی، برای تو بار دیگر من مبارک میگم که انشاءالله این پشیمانی تو، پیامبر نازنین گفتن انسان وقتی از کردار بدش پشیمان شود، گناهاش در پیش خدای مهربان مغفرت می شود. از این لحاظ بسیار کاری زیبا کردی دادر عزیز، کاری خوب را انجام دادی. از این لحاظ ولی شما در حالتی که زنا میکنین، این سخن همون جناب امام قرطبی بود، اینا در پیش من قرآن هم هست که سوره مبارکه نور در آیت 2 از زانی لا ینکح الا زانیتن، در زیر همین آیت قرآن جناب امام قرطبی که تفسیرش با گویم که هم از تفسیر استدلال و استنباط مسئله میکند و در زیر همین آیت قرآن گفته بود که کسانی که دست به زنا زنند اینها باید که نکاحهاشون از سر کنند. ولی عقیده اهل سنت برادران عزیز این یک اجتهاد جناب امام قرطبی بود، ولی فتوا گویم یا گویم مقصد یعنی با این فتوا نیست، بلکه برادران عزیز و گرامی ما حق ملامت کردن جناب امام قرطبی را هم نداریم، زیرا اینها مجتهدهای هستند که اجتهاد میکنند، مقصدشان ثواب گرفتن است. البته مجتهد اگر مقصد در فتواش درست اجتهاد کند 2 ثواب میگیرد، اگر حتی در اجتهادش سهو کند، خطا هم کند 1 ثواب میگیرد. و این خاطر خدا رحمتشون کند، اینها به خاطر بهبودی و به خاطر ثواب این سخنها را در تفسیرهاشون آوردند. لیکن فتوا برادران عزیز بر همین است که کسی زنا میکند یا کسی شراب نوشی میکند یا کسی حق مردم میخورد یا کسی پاره میخورد، ولی باز در برابر این کارها را حلال میشمارد. میگد هر کسی که میگد گفتن میگیرد این یک سفسطه است، مقصد نعوذ بالله، یا این یک چیزی بیهوده است، من تا وقتی هستم این کار ما میکنم. انای انسان برادرای عزیز با این سخنش که بر علیه آیت قرآن و حدیث پیامبر که مقابل هست، این حالت این آدم از دین خارج می شود. از دین که خارج شد، البته ضربه اولین هم بر همین ایمانش هم که باشد، بر نکاحش هم هست. باید اینا از سر اینا تجدید ایمان کنند و تجدید نکاح کنند. از این لحاظ
لیکن آدمی که زنا کرد ولی این زنا را حرام دانست یا این پشیمان شد، برادران عزیز، باز همون سخن اولمان که خوش به حالتون که شما توبه کردین و از این کار زشت دست کشیدین. الله برکتتان تیاد. زیرا در ناموس یک خانواده، بینین، در ناموس یک خانواده، در قدر و قیمت یک خانواده چقدر شما برادرای عزیز یک سیاهی میارین، چقدر شما یک خانواده را به آبرو و شرمنده میکنین. از این لحاظ این کارها را نکنین که پیامبر نازنین الجزا من جنس العمل میگد. هر کاری را که کردی همون کار را با در راست عائله و خانواده ختم انتظار باش. تاجیکای ما میگفتن نزن در ما یک مشته، میزنن در تا دو مشته، یعنی در ما که زدی در تا میزنن. از این لحاظ برادر عزیز شما نکاح اثر نکنین. همون توبتون اگر توبه صدقان باشد انشاءالله شما پیش خدای مهربان مغفرت میشین. سوال دوم دادن نماز پیشین را 2 ساعت پیش از نماز عصر خواندن جایز است یا نه؟ لی شما برادران عزیز، الله مهربان در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. هر نماز به خودش وقت دارد، وقت فرض است. برای همین حال امروزها مقصد شکر خدا اینترنت ها در وقتای نماز معین میکنن. از این لحاظ شما اولی وقت هم که خوانین اینا بگذار، اگر اولی وقت نماز عصر ساعت 4 باشد، آخرش اگر ساعت 6 هم که باشد، در اولی وقت هم که یعنی اولی وقت به حساب می شود، شما اگر خوانین درست می شود. لیکن اولی وقت باشد. وقت نادر آمدن نماز نخوانین که نمازاتون درست نمی شود. شما امروز اینا را 2 ساعت و 1 ساعت ما دیگر احتیاج دیگر به حساب کردن آفتاب نداریم. امروز شکر خدای مهربان اینترنت ها هست، معین کردن وقت ها از روی اینترنت هست. شما از اونها بیابین، از روی همون نمازاتون هر جا باشین خوانین درست می شود. 3. آیا مسلمان را در قبرستان نامسلمان گرانیدن ممکن است یا نه؟ یعنی یک آدم مسلمان وقتی از دنیا میگذرد، ما در دنیا هم مسلمان داریم هم نامسلمان داریم. قبرستان آدمای نامسلمان یعنی آدمایی که پیرو قرآنن، آدمانی که پیروی غیر قرآنن، یعنی با دیگر کتاب‌های خدا پیروی دارن، یا اینکه تماما پیروی نمیکنن. مسلمان همراه اونها در یک قبر گرانیدن برادر عزیز اجازت نیست. شما البته در این کار هر کسی که اگر اقدام کند گناهگار می شود. سوال دیگر، آدمی نازکش یا سیگارت کش امام شده می تواند؟ نه، نمی شود. هر کسی که اگر نازکش باشد یا سیگارت کش باشد برادرای عزیز، اینها همراهشون حتی ملائکه ها نیست. حتی ملائکه ها از بوی ناز، از بوی سیگار همیشه کناره می روند. و امام برادرای عزیز باید کسی باشد که مردم از این کارها باز دارد. مردم امام دیدن پس باید عبرت بگیرد، بیند که امام راستگوست، بیند که امام غیبت نمی کند، بیند که امام مقصد آدمی سخت زبان و درشت زبان نیست، می بیند که امام بسیار آدمی صالح است، می بیند امام بسیار خصلت‌های زیبا دارد. از امام انسان باید که آموزد. تصور کن برادری عزیز، تو در پیش قومت خلطه ناس می براری، در بین مردم ناس میکشی یا در بین مردم سیگارت میکشی. برادری عزیز و گرامی، این گونه امام ها را شریعت مذمت میکنه. برای همین در شریعت برادر عزیز این گونه امام ها را اگر شما دانین که همین کار در پایبند است، از پشتشان نماز نخوانین که شما علاقه در قلباتون در نسبتشان شبهه دارید. با شبهه از پشت یک کس نماز خواندن نمازاتون درست نمیکنن. خب سوال دیگر، بابای حاجی پیشاب را داشته نشود با تیمم نماز خواندن جایز است؟ البته کسایی که برادرای عزیز پیشاب یعنی به معنایی که سلسل باول میگن یا سلسل باد میگن،
آدمی است که دائم پیشابش میچکه یا دائم بادش میبراید یا دائم مقصد یگان زخم دارد که زرداب یا خونش جاریه. این خیل آدم ها همون موضوع ها را برادرای عزیز با لطه های مخصوص میپشانین تا در لباساتون اثر نکند. برای هر یک نماز شما میتونید که اگر به شرط آب ضررتان نکند تیمم میکنید و الا اگر آب ضررتان کند بعد تیمم میکنید. اگر آب ضرر نکند شما با همون چکیدن پیشاب یا برآمدن باد یا برآمدن خون شما طهارت کنین و نمازاتون خواندن گیرید. اگرچه در دوام نماز هم که برآمدن گیرد را وضوی معذور میگن، یعنی وضویی که طهارتی که عذرناک است. برای شما اجازت نمازاتون درست میشود، فقط برای هر یک نماز طهارتی نو کنید. لیکن آب زیانتون کند، آب ضرر داشته باشد یا آب خنکی هست که سبب بیماری تون میشود، اینجا دا میتونید که تیمم کنین، نمازاتون با تیمم ادا کنین. دیگر سوالی که آمده است، بابای حاجی در مهاجرت نماز را همش را خوانیم یا مثل در سفر تنها 2 رکعت؟ اگر مهاجرت برادرای عزیز عبارت از نیت شما است. اگر نیتون هر جا که تا 15 روز باشد شما میتونید که نمازهای 4 رکعته را، یعنی 4 رکعته فرض 2 رکعت خوانید. 3 رکعت ویتری واجب یا 3 رکعت نماز شام مثل خودش میستد. ولی اگر نیتاتون از 15 روز زیاد باشد، در این حالت شما برادرای عزیز مسافر حساب نمیخورین. شما در راه نمازها را قصر میخونین، یعنی کوتاه میکنین، 4 رکعته را 2 رکعت میکنین. اون مقصد وطن یا همون موضعی که شما برای خودتون انتخاب میکنین رسیدین، شما پره میخونین. دیگر شما 2 رکعته خوانده نمیتونین اگر نیت شما 15 روز زیاد ایستادن باشد. سوال دیگر، نماز و قرآن خوانی که زنا میکند عبادتاش قبول هست یا نه؟ قبول نیست برادران عزیز و خواهران عزیز. هر کسی که نماز خوانه، قرآن خوانه ولی بشر در بین باز همون زیناش کردیسته، این نماز و این قرآن برای او یگان منفعت، یگان فایده نمی بخشد. نماز و روزه این آدم، ولی در رمضان هم سوال شد که حتی روزه داره شب دست به زنا میزنه. حالا که قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز عبادتی است که شما از کارهای بد باز میدارد، از کارهای نادرست منع میکند. نفر پیش پیامبر گرامی آمد گفت حضرت قرآن میگه که نماز آدم از کارهای ناروا و نادرست حرام منع میکند. اوی برادرای ما غیبت میکنن، برادرای ما دروغ میگن، برادرای ما زنهای مثال نامحرم با بسیار چشم شهوت نگاه میکنن. نمازهای اینا چی میشود؟ پیامبر چی جواب گفت؟ گفت که نماز اینها از برای خدا نیست. یعنی نمازی که از برای خدا نباشد، همین خصلت ها، همین رفتارهای بد از وجود شما برادرای عزیز دور نمیشود. و این خاطر یعنی تو ببین تا بیگاه کارت ثواب بود، وقتی دست به زنا زدی الکی همه ثوابی تو را میخره نابود میکنن. یعنی در نامه اعمال تو دیگر بغیر زنا ای ثواب هیچی نیست. از این لحاظ نمازهای شما، عبادتهای شما در نزد خداوند نه اجر دارد نه قبولیت دارد، زیرا که از زمره آن نمازی نیست که شما را از کارهای بد منع کند.